تصور کنید یک زن در قلب اروپا با توجه به موقعیت علمی و شغلی که داره، با توجه به همون امکانات و رفاه، ناگهانی تصمیم میگیره که همه اینا رو کنار بذاره و به کشوری برگرده که سالها پیش از اون مهاجرت کرده. به نظرتون چه چیزی میتونه این تصمیم رو توضیح بده؟ اعتماد به نفس کم، وطن دوستی، ایمان، یا شاید هم جستجوی عمیق‌تر برای پیدا کردن هویت؟ با من همراه بشین تا داستان زنی رو بشنوین که از غرب به شرق، از رسالت و رفاه تا پیدا کردن هویت خودش این مسیر رو پیدا کرد. تناز بحری در آذر ماه سال 1361 در تهران به دنیا آمد. خانواده اون یک خانواده صمیمی و آزاد بودن و یه فضایی رو طراحی کرده بودن که بچه‌ها بتونن داخل اون فضا خودشون انتخاب بکنن که چه مسئولیتایی دارن و هر چیزی رو به انتخاب خودشون و با آگاهی خودشون دربارش تصمیم بگیرن. تناز بحری با انتخاب خودش، با آگاهی و تفکر حجابش رو انتخاب کرد و نه از سر اجبار. خانواده اون هیچ وقت به اون نمیگفتن که باید نماز بخونی، اون رو وادار نکردن که حتما باید حجاب داشته باشه و در نهایت با آگاهی و تفکر خودش بود که این تصمیم رو گرفت. کلا خانواده‌ام به اون شکل مذهبی نبودن، یعنی به چیزهای واجبی که مثلا داشتن پدر و مادرم عمل می‌کردن، ولی اینکه بخوام به ما بگن که نماز بخون یا مثلا واجبات دین رو مثلا برامون توضیح بدن یا حتی در مورد خود دین توضیح بدن، این کار رو انجام نمیدادن. 10 سال بعد از تولدش خانواده‌اش به هلند مهاجرت میکنن و اون ادامه دبیرستان رو در کشور هلند به سر میبره. خانواده چرا اومدن؟ احساس میکردن که اینجا آینده بهتری خواهند داشت، مخصوصا برای ما بچه‌ها فکر میکردن که اینجا آینده بهتر. یکی از چیزایی که خودش توی مصاحبه‌هاش همیشه بهش اشاره میکنه تفاوت کلاس‌ها و نوع آموزش در کشور هلند. اونجا اینجوری بوده که شما توی هر کلاس نیازی نیست که حتما معلم تغییر بکنه، بچه‌ها کلاس‌ها رو تغییر میدادن و معلم‌ها در کلاس ثابت می‌موندن که همین خودش خیلی کمک کرد که استقلال و مسئولیت پذیری تناز بحری بالاتر بره و خب تجربه‌های زیادتری هم داشته باشه نسبت به افراد دیگه‌ای که توی اون کشور نبودن و به هر حال یه سری مسئولیت‌های جدید، استقلال‌های جدید رو به دست آورد. کلاس‌های مختلف ما داریم، یعنی اینطوری نیستش که فقط یک کلاس ما باشه، یعنی ما هر دفعه باید جامون رو عوض می‌کردیم، یعنی اینطوری نیستش که شما فقط توی کلاس بشینید معلم‌ها عوض بشن، نه معلم‌ها توی کلاس میشینن، دانش آموزا عوض میشن. در دانشگاه اراسموس هلند پزشکی عمومی رو ادامه داد و در حدوداً 6 سال بعد، یعنی 6 سال زمان فوق تخصصش بود که ادامه همون مسیر پزشکی عمومی بود و در نهایت برای فوق تخصصش سرطان خون و سرطان رو کار کرد که بعداً هم درباره اون کلی مقاله نوشته. ولی با این وجود همه اینها رو رها کرد و به کشورش برگشت. به نظرتون علتش چی میتونه باشه؟ بله، هلند حدود 1 میلیون یورو خرج من کرده برای اینکه پزشک بشم. رفاهو داشت، امکاناتو داشت، درآمد خوب رو داشت. جالب اینجاست که وقتی که در سال 96 مدارکش معادل سازی شد، بعد از 2 سال کار توی کلینیک هماتولوژی هلند به ایران برگشت و در شهرهای مثل زابل و سیستان و بلوچستان فعالیت کرد. اونم فعالیت جهادی، نه با حقوق بالا، نه با مزایای خاص. و این نشون دهنده اینه که برگشته با هویت خودش. تناز برگشته بود به جایی که حداقل قلبش و دلش آروم‌تره. خودش توی مصاحبه‌اش گفته که من ایران رو مثل کشتی نوح می‌دونم که هر کسی سوارش بشه پیروزه، هر کسی که همراه اون باشه موفقه و من چیزی جز موفقیت نمی‌بینم و خدمت به مردم کشورم و جز راحتی هیچ وقت نتونستم. من ایران رو الان در حال حاضر شاید برای شما خنده‌دار باشه ولی مثل کشتی نوح می‌بینم. هر کسی الان سوارش بشه برده، اگر سوارش نشه فرصتش رو از دست داده و ممکنه دیر بشه. اگر بخوایم از فعالیت‌های پزشکی و علمی تناز بحری بگیم، همطور که اشاره کردیم ایشون رئیس کلینیک هماتولوژی اراسموس در هلند و خب خودش خیلی فعالیت‌های شایسته اونجا داشته، مقاله‌های زیادی و با همه همکارای اونجا یه جور لینک ارتباطی داشته و خب از درآمد بالاش نگم که بخش زیادیش هرچند که طبق گفته خودش برمیگرده به مالیات اون کشور، ولی خب رفاه و امکانات کامل رو داشته. این 45% از پولی که من دارم میگیرم الان برای مالیات میره، حقوق ماهانه، و این پول خب یه قسمت این گفتش خرج کشورهای مثل اسرائیل میشه، خرج
کشت و کشتاری میشه که توی افغانستان داره اتفاق میفته. این برای من قابل قبول نیست. بعد از اونم که برمیگردن به ایران، کاملا فعالیتاشون همونطور که گفتیم جهادی بوده. در شهری مثل زابل و سیستان بلوچستان فعالیت داشتن. یه جورایی میتونم بگم که درآمد خاصی نشون و همچنان هم این فعالیت‌های جهادی ادامه داره. ایشون مقاله‌های زیادی درباره سلول‌های بنیادی داده که یه جورایی مربوط میشه به همون سلول‌های مربوط به سرطان و سرطان خون. بیشتر کار من حالا با پیوند سلول‌های بنیادیه. همونطور که شاید حالا اطلاعاتی داشته باشید، بله، خیلی از بیماری‌های سرطان خونی و غدد لنفاوی رو ما با پیوند درمان می‌کنیم که خوشبختانه تو ایران هم انجام میشه. اگر بخوایم از رسانه صحبت بکنیم، خب رسانه همیشه نقش پررنگی داشته از ارتباط با مردم و تناس هم جزء افرادی بوده که ارتباط نزدیکی با مردم داشته، نه فقط رسانه‌ای که بشینه جلوی دوربین و صحبت بکنه. ایشون همه باورهای عمیق خودش رو توی رسانه عنوان کرد. کشتی نوح منظور من از لحاظ مادی نبود، واقعا یه اشاره معنوی بود، از این جهت که مردم ایران یه کار بزرگی کردن، یه کاری که تا حالا اتفاق نیفتاده به این شکل توی جهان. خیلی جاها با زبان خود مردم اومده گفته که من کسی بودم که مهاجرت کردم، رفاه داشتم، امنیت داشتم و به قول امروزیا دیگه چی از این بهتر. ولی خب حس می‌کردن یه چیزی توی هویت هم کمه. حس می‌کردن چرا باید درآمدی که دارم زحمت می‌کشم، تلاش می‌کنم داخل کشور دیگه هزینه بشه و از طرفی میشنید که خب کشور ایران کشوریه که خیلی بی‌نظمه، آشوبه و خودش همیشه توی صحبتاش، توی مصاحبه‌هاش گفته که من فکر می‌کردم ایران واقعا کشوریه که پر از آشوبه. وقتی اومدم دیدم چه کشور خوبیه، اتفاقا برای رشد، برای پیشرفت، برای خدمت. و یکی از دلایلشی که گفته ایران رو مثل کشتی نوح رسان همین بوده. وقتی وارد ایران شده دیگه خیلی از صحبتایی که رسانه‌های غرب دارن از ایران صحبت میکنن، یه سری تصویرهایی که ساختن خیلی غلط بوده و اصلا همچین چیزی وجود نداره. اگر غیر از این بود من این همه تلاش نمی‌کردم تا به کشورم برگردم و بخوام به کشورم خدمت بکنم، اونم به صورت جهادی. در برنامه گوهرشاد اومده و صحبت کرده درباره چی؟ درباره اینکه این مسیر چه جوری بوده، من چقدر سختی کشیدم و این مسیر برای من بعد از ایران تازه معنا پیدا کرده. و برنامه بعدی میراث آلبرت‌های 2 بوده که میاد درباره باورهای عمیق مذهبیش و اینکه هویتش از کجا نشأت گرفته صحبت می‌کنه که همین خودش خیلی برنامه مفیدی بوده و خب توی ایران خیلی سر صدا کرد. پیشنهاد می‌کنم که حتما این برنامه رو ببینید. در کل ارتباط ایشون در رسانه با مردم خیلی عالی هست. الان توی صفحه خودشون هر روز استوری میذارن، پست میذارن درباره هویتشون، درباره اینکه من به اجبار حجاب رو انتخاب نکردم، به اجبار نماز نخوندم و اگر هویتی رو الان کسب کردم به خاطر تفکر، تحقیق و اعتمادی بوده که خانواده‌ام به من داشتن و توی این مسیر رشد کردم. و خیلی وقتا از مردمم خواسته که برن و درباره موضوع بخونن، آموزش ببینن و سرسری هر اعتقادی و هر حرفی از رسانه غرب رو قبول نکنن. اولا که خب من برگشتم ایران چون دیدم واقعا یه ظلم هنگفتی داره به مردم ایران میشه با تمام تحریم‌ها و شرایطی که داره هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه و این سیاه نمایی که از ایران میشد توی جهان، مخصوصا حالا من تو هلند بودم، اصلا همین مسئله باعث شد که من تو رسانه هایی که اونجا حالا موارد پخش میشه در مورد ایران باعث شد که من متوجه بشم که واقعا چقدر دارن ظلم میکنن به مردم ایران. هم دروغ میگن در مورد ایران، همین که همه چیز رو برعکس جلوه میدن. مسیر زندگی طناز بحری مثل زندگی سهیلا سامی پر از فراز و نشیب بوده، اما مثل همون دقیقاً انتخاب کرده که خودش مسیر خودش رو بره، البته با آگاهی و تفکر، نه صرفاً زندگی و فرهنگ غربی که خب خیلی ها رو الان توی زمانه راه درسته میدونن. پیشنهاد میکنم ویدیوی سهیلا سامی رو هم ببینین که ویدیوی قبلی ماست تقریباً زندگی مشابهی داشتن، ولی زندگی سهیلا سامی یکم چالش‌های بیشتری داشته که دوست دارم درباره اون هم شما بیشتر بدید. توی زندگی و فرهنگ غرب چیزی که الان دارن بولد میکنن اینه که ما برتریم و کشورهای دیگه متاسفانه هیچ تکنولوژی ندارن، هیچ امکاناتی ندارن، هیچ رفاهی وجود نداره، در حالی که طناز بحری، سهیلا سامی و زنان موفق دیگه ثابت کردن که اینجوری نیست. زنان ما انقدری موفق هستن که
انقدر هویت خودشون رو پیدا کردن که بعد از حتی تحصیل تو کشور برمیگردن و به کشور خودشون خدمت میکنن و این رو ثابت کردن که تصویری که ما داریم میبینیم از زنان صرفاً یک تصویر مبهم و خیلی واضحی. زنان و زنان موفقی هستن که در کشور ما فعالیت داشتن و میتونن روز به روز پیشرفت بکنن، تلاش بکنن و به ایرانیان، نه فقط ایران، کل جهان ثابت کنن که موفقیت از اونهاست و هویت اونها با هیچ چیزی قابل مقایسه و قیاس نیست. برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر شما هم نمونه ای از یک زن موفق رو میشناسین، مقاله خوندید و یا حداقل گوشه ذهنتون یه موضوعی هست، حتما برای ما کامنت بذارید و به ما بگید. قول میدیم که درباره‌اش صحبت کنیم. زنان موفق همیشه اسمشون بر سر زبان ما هست.